سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ همونطور که بهتون قول داده بودم اومدم با ماسک خونگی که واقعا جادو میکنه. بچه‌ها هیچ هزینه‌ای قرار نیست شما انجام بدین. با هر چیزی که توی خونه دارید میتونید این ماسک رو روی صورتتون بذارید و نتیجه عالیش رو ببینید. این ماسکی که امروز میخوام بهتون یاد بدم کلا مواد تشکیل دهندش یه دونه سفیده تخم مرغ با چند قطره داخل شیکر میریزیم یا انقدری با یه چنگال همش میزنیم تا کف کنه. عسل رو بهش اضافه میکنیم. اوکی. خوب هم میزنیم. ریخت. حالا میایم قشنگ. من با این براشه انقدر راحتم، شما هم به نظرم همیشه برای ماسکاتون از همین چین براشی استفاده کنید که قطعا هر لوازم که داشته باشین این توش این براشو داره. چه بوی عسلی. بچه‌ها کلا بیس سفیده تخم مرغ لیفتینگ خیلی بالایی برای پوست داره.